گروه از ساکنان محله برخورق که محمد باقرов یکی از لیدرهای غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان در کوچه ایجاب به همین محله به سر میبرد، در یک مراجعتنامه از مقامات تاجیکستان خواستند که از نقشه راه اندازی عملیات حربی برای بازداشت باقر و چند ساکن دیگر این محله دست بکشند. هفته گذشته دادستانی بدخشان گفت به ضد باقر بر اساس شکایت سردار اداره معارف ولایت لطفالله نوروزوف پرونده شکایتی گشودند. مقامات حفظ حقوق همچنین طلب کردند که 6 ساکن دیگر محله برخورق را بسپارند. باقر به آن عیبدار می شود که گویا نوروزوف را لطکوب کرده او را مجبور کرده است که خانه‌اش در محله برخورق را ترک کند. 6 ساکن دیگر برخورق به آن عیبدار می شوند که گویا در روزهای اعتراضهای اخیر خورق از 25 تا 28 نوامبر نمایندگان دولت را تعقیر و لطکوب کردند. مؤلفان مراجعتنامه میگویند واقعیت حال در بدخشان و از جمله در خورق نه به گونه‌ای است که مقامات تصویر کردنی میشوند. آنها میگویند باقر نه جنایتکار بلکه نفری است که به ضد کروپت مبارزه میبرد. محمد باقرов از قبیل آن افراد عدالت پرور جامعه شهروندی است که همیشه با داد اشخاص مظلوم میرسد. او نمیگذارد که بیقانونی در قلمرو شهر خورق اوج گیرد. اعتراف قانون برایش در همه جا مهم دانسته میشد. در منبرها کمبودی و نقص کارمندان دولتی و غیر دولتی را آشکار بیان می نمود. از همین سبب میان خلق عادی محبوبیت خاص را صایب گردید. خلق باشد در سیمای محمد باقر شخصیت عدالت پیشه را میدید. هر مشکلی و فشاری را که مقامات حفظ حقوق بالای مردمی ایجاد میکردند، محمد باقرov در راهی مسئله را در میان میگذاشت و راه حل قانونی آن از مقامات طلب میکرد. همیشه طرفدار قانون بود. حق خود و دیگران را از حکومت روی راست طلب میکرد. چنین حقوق پرستی و عدالت پیشگی محمد باقر البته برای منصبداران فساد پیشه منفعت آور نبود، زیرا او همیشه از وظیفه‌داران صافدلی و پاک وجدان بودن را طلب میکرد. او مردم را مدام تشویق می نمود تا اینکه به یگان کارمند حفظ حقوق رشوه نباید داده شود، زیرا رشوه ستانی و رشوه دادن خود جنایت است. ساکنان برخورق میگویند در سالهای آخر دست کم 10 ساکن این محله از جانب مقامات قدرتی کشته شدند و حالا مقامات با راه اندازی عملیات مخصوص باقر را هم یا زندانی کنند یا نابود کنند. این مراجعتنامه در حال نشر شد که ساکنان خورق چند روز آخر منتظر شروع عملیات مخصوص به ضد باقر و طرفدارانش می باشند و به خاطر حمایت از این لیدر غیر رسمی منطقه نوبداری شبانه روزی تشکیل کردند. ساکنان خورق میگویند راههایی که به طرف خانه باقر در محله برخورق میبرند الکی از محله خلیبزاد بسته شدند تا نیروهای ویژه گذشتن نتوانند. محمد باقرov افسر سابق قشونهای مرزبانی تاجیکستان 58 سال داشته یکی از پرنفوذترین لیدران غیر رسمی بدخشان به شمار می رود.